دواخانه و پل سرخ و امیدی سلامتی و صحتمندی دارم برای شما. استقامت. پایان بلند منزلی که سابق بود. ساحه خوبی، کارت سخی. دوستان عزیز سلام. امیدی سلامتی و صحتمندی دارم برای شما. ما امروز آمدیم در بازارچه کارت 4. انشالله که از این روز آفتابی و پاک بتانم استفاده خوب شود و تصاویر خوب گرفته شود. بازارچه کارت 4 یک بازار خرد ولی گیر و بار و جنب و جوش همیشه. امروز چون روزی یک نزدیک ساعت 11 بجه روزه و از طرف دیگه روزی رخصتی است، خلوت دیده میشه به جزی که موترهای پارک شده در طرف کنار سرک. این بازار اکثرا شام خیلی گیر و باره و روزهای بارانی. در کل وقتایی که هوا خوب باشه و حالا چون هوا کمی گرم شده و نزدیک چاشته کمی خلوت. پایان بلند منزلی که سابق بود. این سرک هم میره طرف تالار مجلل و لیسه حبیبیه و لیمزنگ. و این سرک هم طرف لیسه غازی. و این سرک هم که طرف گلوی دواخانه و پل سرخ و ساحات میره. و این سرک میره طرف پیش برم در سرک کارت 4 و سرک بین لیمزنگ و کوچه سنگیز و لیسه غازی کارت سخی میره. استقامت. هرچند این ساحه کارت 4 همیشه تا چشم میبینه به بلند منزل ها میفته ولی هستن سرک دکان های ساده گلی کاغلی که سابق بوده و هنوز داخلش سوداست و صاحبایش هنوز نو نساختن. پای بلند منزلایی که طرف دست چپ هرچنی نزدیک ما وقت بود و تلفی کمی خیلی مدت کارش طول کشید ولی بالاخره ساخته شد.
سرکای فرعی که دو طرف میره پای مستقیم که طرف کارت سخی میره و قسمت هم که دیوار گرفته تخریب شده احتمالاً که ساخته میشه. بلند منزلی که طرف دست چپ قرار داره این خیلی کارش طول کشید و این سرک محمیال روان سوم سرک مدت ها بسته بود در اون موتر و بخش موتر موتورسیکل و بایسکل میتونست تیر شود. علت تمامی ساختن از این بلند منزل بود که خیلی طول کشید، نمیفهم چرا، ولی خب چه ساخته شد بالاخره. ساحه خوبی کارت سخی. این ساحه که بلند منزلا که ساخته شده ساحه کارت سخی. ذات ساحه لیسی غازی. خب دوستای عزیز، این بود گزارش کوتاه ما از بازارچه کارت 4. تا یک گزارش دیگر، خداوند نگهدار.